سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقتی پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را می توانید ببینید. در دوشنبه بینای سابق کاخ پرزیدنت را تخریب می کنند. در این بینا پرزیدنت های سابق تاجیکستان فعالیت کردند. گذشته از این میدان صحنه این بنا که از آن شاهدان نام برده می شود به رمز آغاز جنگ شهروندی با مخالفان حکومت دانسته می شود. در این باره در برنامه اخبار با تفصیل برایتان خواهیم گفت. دهشت کرونا ویروس در جهان الکی شماره گرفتاران با کرونا ویروس از 1 میلیون نفر هم گذشته است. مقامات تاجیک میگویند تا حال در کشور یگان حادثه گرفتاری به این ویروس ثبت نشده است. نماینده سازمان جهانی تندرستی گالینا پرفیلیوا نیز گفته‌های مقامات تاجیک را 1 اپریل تصدیق کرد، ولی با این همه تفسیر این بیماری در کشورهای دیگر تاثیرش را در کار مهمانخانه‌های تاجیکستان نیز رسانده است. بعضی مهمانخانه‌های بزرگ دوشنبه الکی فعالیتشان را قطع کردند. بعد 3 ساعت دیگر گزارش را میتوانید در این زمینه تماشا کنید. دادگاه اسپرا یک شهروند تاجیکستان بختیار یوسوپوف را برای همکاری برای شرکت در عملیات جنگی علیه حکومت افغانستان به طرفداری از طالبان و 16 سال زندان محکوم کرد. تبر دادستانی کل تاجیکستان روز 4 اپریل خبر داد نسبت یوسوپوف بختیار با جرم همکاری با سازمان اکستریمیستی و اشتراک در واحد مسلح یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر دولت‌ها به مهلت 16 سال رواندگی زندان کرد. و در سال 2012 پس از ارتباط با یک شهروند ازبکستان با نام علی در روسیه و بعد تماشای یک نوار اختیاری توسط استانبول به تهران می رود و بعداً به افغانستان رفته از آنجا به ولایت وزیرستان پاکستان می رود و به صف طالبان می پیوندد. و زن و 2 کودکش را نیز همراهش برده است. بختیار یوسوپوف در جنگ ها از طرف کارمندان مقامات قدرتی افغانستان دستگیر گردیده محکوم به زندان شده بود. پس از ادای جزای یوسوپوف در ماه ایونی سال 2018 آزاد می شود، ولی باز به عملیات جنگی ضد دولت افغانستان ادامه می دهد. بختیار یوسوپوف بعداً به تاجیکستان انتقال داده می شود. خطر کرونا ویروس در ازبکستان ربوهای شهروندان به منطقه ها حتی به جنازه نزدیکان و بیماربینی پیوندان منع شد. در این باره شاهرخ یاسوف سخنگوی وزارت امور داخلی ازبکستان خبر داد. به گفته وی محدودیت‌های کرانتین با نظرداشت تجربه جهانی جاری گردیده است. کرانتین در ازبکستان در رابطه با پهنشوی ویروس کرونا از 16 مارس شروع شد. سر از 27 مارس ساکنان ازبکستان از حق کوچه برآمدن بی ضرورت محروم شدند. شهروندان می توانند تنها برای خریدن غذا یا دارو به بیرون بروند. تا 2 اپریل در ازبکستان 205 مورد گرفتاری با ویروس کرونا و 2 حالت وفات ثبت شده است. رودریگو دوترته پرزیدنت فیلیپین گفت به پلیس و ارتش دستور داده است در صورت مقابله نشان دادن و تهدید به حیات کارمندان مقامات گرفتاران ویروس کرونا کشته می شوند. و اشاره داد چنین دستور به کسانی هم دخل دارد که به کرانتین فرستاده شدند اما آن را رعایت نکردند. رهبر پلیس ملی گفت پرزیدنت در سخنرانیش جدی بودن انتظام جمعیتی را به نمایش گذاشت و در واقع پلیس به سوی کسی تیر نخواهد گشاد. به اطلاع رسمی تا این زمان در فیلیپین 96 ساکن از ویروس کرونا فوت دیده و بیشتر از 2300 کس به آن گرفتار شده است. اما این آمار می تواند به دلیل کمبود دستگاه‌های تشخیص ناکامل باشد. حالا برمیگردیم به حوادث تاجیکستان. ساکنان دهه میرپاق جماعت دهنه شهر کولاب 30 سال باز آب گلین می نوشند. مراجعت به تکرار آنها به حکومت شهر، ولایت و جمهوری برای کشاندن آب نوشابه تا کنون نتیجه نداده است. در این جماعت هزارها نفر زندگی میکنند. مقامات ختلان نیز در یک پاسخ به ساکنان این دهات گفته است که طبق حسابهای پیشکی برای کشیدن آب در دهات میلیون ها سامان ضرور است. در این باره در برنامه خبری مفصل گزارش خواهیم داد. و بینندگان عزیز، این بود فشرده موضوع برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خداوند نگهبان شما باد.